بیشتر از 3 میلیون استفاده کننده مواد مخدر یک رقم تکان دهنده است. آری هموطن، این است هدیه تو دهقانی که کوکنار کشت میکنی. ببین که با کشت خودت را از بین میبری. تو هم مسلمان هستی و او هم مسلمان است، اما تو که فریب دشمن خورده تریاک کشت کرده ای به او زیان رسوندی. شاید او برادر، خواهر، خیش و اقارب تو نیست، ولی او هم نوع و هموطن توست و در نهایت انسان است و مسلمان. دود کردن این زهر که از کشت کوکنار تو به او میراث مانده است، او را از خانه، زن، فرزند، پدر و مادر، خواهر و برادر، دوست و بالاخره از همه مزایای زندگی دور ساخته و امروز او سردچار بدبختی و تنهایی شده است. کشت کوکنار تو را به جای خواهد رساند؟ آیا فکر کرده ای که این کشت کوکنار تو سبب هلاکت چه تعداد انسان ها شده است؟ و آیا گاه هم فکر کرده ای که نزد خداوند متعال برای آسیب رساندن به هم نوع و قتل نفس جواب نخواهی داشت؟ هنوز هم دیر نیست. بیا و توبه کن. از این حالت خواهر و برادرت پند بگیر و دست از کشت کوکنار بردار تا باشد هم رضای پروردگار را به دست آری و هم خودت کامیاب و سرفراز باشی. کسایی که کوکنار کشت میکنه استاد مطلق حرام است. خداوند خودش میگه شما از چیزی که من کرده خداوند شما از او اجتناب بکنین. چیزی که خداوند روا کرده شما از او استفاده بکنین. پیام ما به دهقانایی که کوکنار کشت میکنند این است که عذرانه، برادرانه، دوستانه، هموطن دوست که باید تیر نکارن که برادرای مسلمان، اولاد مسلمان دچار مشکلات نشوند. مواد مخدر یک پدیده مرگبار است و هر روز از مردم نجیب افغانستان قربانی میگیرد. کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر باعث تباهی، فقر و ناامنی در جامعه ما شده و یکی از منابع اصلی تروریسم در کشور است. کسانی که به نحو در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر چی در قریه، ولسوالی و یا ولایت دخیل هستند باید بدانند که از پیگرد جدی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در امان نبوده و به جزای اعمالشان خواهند رسید. این نیروهای ما از بهترین امکانات برخوردار هستند، نه تنها که ما قطعات ویژه برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر داریم، بلکه قطعات خاص پلیس ملی افغانستان هم یکی از اهدافشان است تا در هدفگیری قاچاق برای مواد مخدر، در از بین بردن فابریکه ها و جاهای پروسس مواد مخدر به شدت کار بکنند. کشت مواد مخدر جرم پنداشته میشه و در اکثریت ولایت کشور به کمک مردم البته و بر اساس برنامه‌ای که حکومت افغانستان داشته ولایت ها پاکسازی شده، اما متاسفانه هنوز هم هست ولایتی که دقاقینش دست به این کار میزنه. پیام ای است برشان که این کار نکنن، به خاطر که این جرم محسوب خواهد شد و اینا در یک بدبختی بسیار بزرگ شریک هستند. از این خاطر حکومت افغانستان کمک خواهد کرد که اینا کشت بدیل داشته باشه.
بیایید کسب و کاری پیشه کنیم تا مصدر خدمت به خود، فامیل، جامعه و بالاخره دیار خود شده و کشور عزیزمان را که با تأسف به خاطر کشت کوکنار ما در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار دارد از بدنامی نجات دهیم. دهاقین محترم، کشت حلال شما باعث پیشرفت، ترقی و خودکفایی خود و جامعه شما می گردد. پس بیایید دست به دست هم داده خود، جامعه خود و مملکت خود را از شر این پدیده شوم نجات داده و رضایت پروردگار متعال را نیز کسب نماییم. به امید یک افغانستان عاری از کشت کوکنار. کشت حلال خوبیاش همی است که وطن آرام میشه، وطن ساخته میشه، اولاد وطن تربیت خوب میشه، تربیت درست میشه. و کشت حرام وطن خراب میسازه، معتادین زیاد میشه، انفجار میشه، انتحار میشه، حق پدر و مادر، حق ملت، حق مردم و حق همسایه خود نمیشناسن. پیام ما این است که با جای کوکنار چیز حلال، گندم، جواری و هر شی حلال بکارن که تا مردم، محیط، جامعه آرام زندگی کنه و آرام وطن ساخته شود. از کوکنار اینا چیزی جور نمیشه. سالم بودن آینده جامعه ما در گرو آری بودن از مواد مخدر است. بیایید هر کدام ما وجایب خویش را در این راستا مسئولانه ایفا نماییم.